خب ارتباط الله با بندش وقت محکم میشه که هر انسان یا هر بنده مومن به این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی از این حدیث خوب استفاده بکنه و خود بسازه، اینجا ارتباط بنده با الله سخت محکم میشه. سبحان الله. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است، میگه که ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم. خبردار باشین که امان الله بر چهره هایتان نمیبینه. چهره هایتان نمیگه که سیاه هست، سفید هست، زرد هست، سرخ هست، نمیبینه. کی مقبول است، کی بدرنگ است، کی جذاب است، نمیبینه. و اموالکم، به مالهایتان نمیبینه که مالتان چگونه است، میلیونر است کی فقیر است. اگه میلیونر باشه برش جنت بتیم، اگه فقیر باشه برش دوزخ بتیم. علیاذ بالله. نه خیر. خدا به چی میبینه؟ ولکن ینظر الی قلوبکم. خداوند به سیرتتان میبینه، به قلبهایتان میبینه که در قلب تو کینه نباشه، کدورت نباشه، بغض نباشه، عداوت نباشه، دشمنی نباشه، قساوت نباشه، اینیم امراض قلبی نباشه. خدا او وقت به تو بهشت نصیب میکنه، مهربانی خدا نصیبت میکنه. و اعمالکم، و خداوند به اعمال شما میبینه. خداوند به اعمال شما میبینه. بعد از قلب خداوند به اعمال شما میبینه که عمل تو، چون که این قلب که است بر تمام وجود امر صادر میکنه. اگر قلبت واقعا با چیزی که الله میگه برابر بود، خداوند متعال توفیق عمل نصیب بگردانه، برابر بود، قلبت امر میکنه به تمام عضوت، به صورتت، به سیرتت، به تمام عضوت. سبحان الله. سبحان الله. پس خداوند متعال توفیق عمل نصیب ما شما بگردانه.